سلام دوستان عزیز. معامله اول رو با $10 شروع میکنیم. پس داریم آکانت $60 رو به بیش از $200 برسونیم. ترید اولمون موفق شد. ترید دوم رو باز میکنیم. دوستان توی سایه ها خیلی خوب میشه تصمیم گرفت برای ترید. فقط باید مواظب عقب نشینی ها باشیم. به محض اینکه عقب نشینی مکس کرد به سمت روند اصلی ترید بزنیم. خب اینجا تریدمون لحظه آخر نگرفت. تریدهای جبرانی براش باز میکنیم. خب خوشبختانه موفق شد. روند مثبت هست. باید ترید بای باز کنیم. لحظه خوبی رو برای ترید انتخاب نکردیم. ببینیم توی ترید های جبرانی چی میشه. متاسفانه ترید های جبرانیش هم نگرفت. با کل مابقی پولمون ترید باز میکنیم. عالی شد. ترید بعدی رو میزنیم. مثبت شد خوشبختانه. آماده ایم برای ترید بعدی. برای تثبیت این مبلغ یه ترید دیگه با همین $38 باز میکنیم. خب مثبت شد خوشبختانه. یه ترید دیگه هم با همین $38 زدیم. خب اینم مثبت شد. پولمون به $200 رسید. مبلغ معامله رو افزایش میدیم. فکر میکنم $50 مناسب باشه. ترید بعدی رو باز کردیم. روی سایه تصمیم گرفتیم. همونطور که دیدید از خط ما نگذشت و ما برنده شدیم. ترید $1 باز کردیم برای اینکه پولمون دقیقاً به $250 برسه. ترید جبرانی براش باز کردیم. ترید جبرانی هم انگار داره با شکست مواجه میشه. مجددا ترید جبرانی براش باز کردیم و گرفت خوشبختانه. پولمون تقریبا $250. $1 دیگه باز کردیم. نگرفت متاسفانه. ترید جبرانی برش باز کردیم. گرفت خوشبختانه و پولمون به $250 رسید. موفق و پیروز باشید.